دوباره روی پایه اول یه پایه بلند ایستاده، روی 2 تا پایه بعدی هر کدام یک پایه بلند. رسیدم به این بافت پیکوتی و این فضاهای زنجیره‌ای مثل رج قبل اینها رو رها میکنم. این بار با 11 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و میام روی پایه های بلند این طرفی که اینجا دارم، روی هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. 2 تا پایه بلند دارم که روشون هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. حالا اینجا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. یک بار نخ میگیرم دور گلاب، میام این فضای 5 زنجیره. اینجا میخوام یه بافت ذرتی انجام بدم که با 5 تا پایه بلند این کار رو انجام میدم. ابتدا 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. گلابم رو آزاد میکنم، میرم زیر گندمی پایه بلند اول وارد میکنم گلاب رو، این نخ آزاد رو از داخلش رد میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. بعدش دوباره میام همین فضای زنجیره‌ای یه پایه ذرتی دیگه میبافم با 5 تا پایه بلند. خب ذرتی دوم رو بافتم. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، نخ میگیرم دور گلاب روی این پایه، هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافیم. یازده تا زنجیره میزنیم. بعدش این پیکوتاره ها روی این پایه بلند هر کدوم یه پایه بلند میبافیم. این 3 تا پایه بلند رو بافتم و این بافت گوشه رو توی 3 تا گوشه بعدی هم تکرار میکنیم. میریم برای ادامه بافتمون. در ادامه 1 2 3 4 زنجیره میزنیم. اینجا یه فضای 12 زنجیره‌ای داشتیم که یه بار نخ میگیرم دور گلاب، میخوام داخل این فضا هم 2 تا بافت ذرتی انجام بدم با 5 تا پایه بلند. ابتدا 5 تا پایه بلندمون رو میبافیم. نخ رو آزاد میکنم، میام پایه بلند اول زیر زنجیرش میرم، این نخ آزاد رو از داخلش رد میکنم و یه ذرتی میبافم. 3 تا زنجیره میزنم برای فاصله. دوباره 5 تا پایه بلند همین فضا میبافم و ذرتی میکنم. و بعد از ذرتی 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میرم روی پایه بلند ها هر کدوم یه پایه بلند. ستا رو که بافتم 11 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و دوباره یه بار نخ دور گلاب
روی 3 پایه بعدی پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 زنجیره و میام داخل این فضای 12 زنجیره. این بافت ذرتی رو اینجا تکرار میکنم و بافت فضای گوشه‌ام که گفتم این بافت رو تا انتها تکرار کنید. برسیم به انتها، بیام و ادامه آموزش. خب رسیدم به انتها. مثل رجای قبلی اومدم کار بستم رو انجام دادم داخل زنجیره پایه اول. خب حالا برای شروع رج هفتم از حاشیه باز اینجا 3 تا پایه بلندم، روی هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. این دوتا رو هم ببافم بیام زیاد ویدیو طولانی نشه. خب 3 تا رو بافتم. بعدش 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. اینجا 11 تا زنجیره داشتیم که 1 2 3 4 تای اونا رو رها میکنم داخل زنجیره پنجم، ششم و هفتم. 3 تا زنجیره پشت سر هم، هر کدوم داخلش 2 تا پایه بلند میبافم. داخل زنجیره پنجم 2 پایه بلند، داخل زنجیره ششم هم همینطور 2 تا پایه بلند، داخل زنجیره هفتم هم همینطور 2 تا پایه بلند. این طرفم 4 تا زنجیره رو رها میکنم، 4 تا زنجیره میزنم به جاش. 1 2 3 4. میام اینجا این پایه بلندها رو رها میکنم، کاری باشون ندارم. میام فضای ما بین 2 تا ذرتی. فضای ما بین 2 تا ذرتی باز با 5 تا پایه بلند ذرتی میبافم و ما بین ذرتی ها 3 تا زنجیره فاصله دارم. این بار توی این فضا من 3 تا ذرتی میبافم که ما بینشون 3 زنجیره فاصله هست. این ذرتی اول 1 2 3 زنجیره، دوباره همین فضا یه ذرتی دیگه ببافم بیام. خب اینجا فضای ما بین 2 تا ذرتی، من 3 تا ذرتی بافتم، ما بین ذرتی ها 3 زنجیره فاصله. حالا بعد ذرتی سوم 1 2 3 4 زنجیره میزنم، این پایه ها رو رها میکنم، میرسم این طرف به 11 تا زنجیره ای که داشتم. 11 تا زنجیره 1 2 3 4 رو تاش رو رها میکنم، داخل زنجیره پنجم 2 تا پایه بلند میبافم. زنجیره بعدی هم توش 2 تا پایه بلند، زنجیره بعدی یعنی همون زنجیره هفتم هم داخلش 2 تا پایه بلند. این طرف باز 4 تا زنجیره رها میشه، به جاش 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میام این پایه بلند ها که 3 تا هست این طرف روشون هر کدوم 3 تا پایه، یه دونه پایه بلند میبافم که جمع میشه 3 تا پایه بلند. 2 و 3. بعد از پایه بلند سوم دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و میرسم به این ذرتی ها. این فضای ما بین 2 تا ذرتی باز 2 تا ذرتی میبافم با 5 تا پایه بلند. داخل زنجیره پایه اول گلاب وارد.
اینو میرم از داخلش رد میکنم. 3 زنجیره فاصله، دوباره همین فضا یه پایه ذرتی دیگه با 5 پایه بلند. 5 پایه بلند رو بافتم، تبدیلش میکنم به ذرتی. ذرتی دوم رو که بافتم 1 2 3 4 تا پایه زنجیره میام روی پایه ها و اون 3 تا پایه بلند رو میبافم و این روند رو تکرار میکنم تا به انتهای رنگ. 4 تا زنجیره میام، زنجیره پنجم، ششم، هفتم هر کدوم داخلشون 2 تا پایه بلند که جمعاً 6 تا پایه بلند میشه و این روند ادامه پیدا میکنه تا انتهای این رج. بافت گوشه هم که به این ترتیب بود. توی 3 تا گوشه بعدی همین بافت رو تکرار کنید. این بافت گوشه بود که این شکلی میشه. به بافم بیام انتها با شروع رج 8 حاشیه. دوستان رسیدم به انتهای رج 7. حالا میخوام رج 8 رو با هم دیگه شروع کنیم. کار بستم رو مثل رجای قبلی سر پایه اول زدم. تو این رج میخوایم کار بافتمون رو از روی این پایه بلندهای 6 تایی شروع کنیم. میتونید نختون رو کات کنید، بیاد از اینجا روی پایه اول وارد کنید و بافتتون رو شروع کنید، یا اینکه مثل من با پایه بست برید تا روی پایه اول از این 6 پایه بلند. روی این 2 تا پایه بلند بست میزنم. اینجا 4 تا زنجیره داشتیم که میرم داخل تک تک اون 4 زنجیره و یه بست داخل این هر 4 زنجیره میزنم. زنجیره سوم، زنجیره چهارم، یه بستم روی پایه اول از این 6 پایه بلند میزنم. اینجا میخوام پایه دوبل ببافم، برای همین 2 بار نخ میگیرم دور گلاب و اون بافت پایه ایستاده رو انجام میدم. شما میتونید به جای پایه دوبل 4 تا زنجیره بزنید. 1 2 3 4. این 4 زنجیره حکم پایه دوبل اول، 1 زنجیره هم برای فاصله داریم، پس کلا باید 5 تا اینجا زنجیره بزنید و بافتتون رو شروع کنید، یا اینکه مثل من یه پایه دوبل ایستاده ببافید. نخ رو بلند کنم، میکشم این زنجیره آزاد روی گلاب رو و این نخ رو 2 بار میگیرم روی گلاب. 1 نخم از داخل فضا میارم. حالا 2 تای اول رو یکی میکنم، 2 تای بعدی رو هم همینطور و این 2 تای آخر رو. یه پایه دوبل ایستاده بافتم. 1 زنجیره برای فاصله میزنم. البته اینم بگم که میتونید روی این پایه بلند ها همون پایه بلند ببافید به جای پایه دوبل. 2 بار نخ دور گلاب ما اینجا پایه دوبل میبافیم. پایه بعدی باز یه پایه دوبل در 3 مرحله نخهای روی گلاب رو با هم یکی میکنیم. دوباره یه زنجیره برای فاصله. پایه سوم یه پایه دوبل دیگه. بعد از پایه دوبل سوم اینجا 9 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. باز 2 بار نخ میگیریم دور گلاب، روی 3 تا پایه باقی مونده پایه دوبل میبافیم به فاصله 1 زنجیره. 1 زنجیره فاصله. پایه دوبل بعدی 1 زنجیره برای فاصله و پایه دوبل بعدی که 2 بار نخ میگیریم دور گلاب و میبافیم در 3 مرحله. 2 3. پایه دوبل سوم از این طرف رو بافتم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، میرم فضای اینجا 3 تا ذرتی دارم و 2 تا فضای 3 زنجیره. توی هر کدوم از این فضاهای 3 زنجیره باز 2 تا پایه ذرتی میبافم با 5 تا پایه بلند. پایه ذرتی اول رو 5 تا پایه بلندش رو میبافم. گلابم رو آزاد میکنم روی پایه اول، زیر زنجیرش گلاب رو آزاد میکنم، اینو میارم اینجا رد میکنم. 3 تا زنجیره برای فاصله. دوباره همین فضا به این ترتیب، تو همین فضا به همین ترتیبی که گفتم یه ذرتی دیگه میبافم. اونو ببافم و بیام. خب
یه ذرتی دیگه اینجا بافتم، شد 2 تا ذرتی توی این فضا. حالا بعد از این 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. میتونید 9 تا هم بزنید، زیاد فرقی به حال بافتتون نمیکنه این 7 8 باشه یا نه. حالا دوباره میام فضای 2 تا ذرتی بعدی. اینجا باز این 2 تا ذرتی بافتم، 2 تا ذرتی دیگه هم اینجا میبافم. 2 تا ذرتی رو سریع ببافم، بیام با ادامه آموزش. جمعا 4 تا ذرتی شد که توی این 2 تا فضا من بافتم. ما بین ذرتی اول و دوم 3 زنجیره، بعد 8 زنجیره فاصله، دوباره ذرتی اول و دوم 3 زنجیره فاصله، بعد از ذرتی آخر 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میرم روی این پایه های 6 تایی. دوبار نخ میگیرم دور قلاب روی پایه اول. تکرار همون بافتی است که توی این قسمت انجام دادیم. یه دوبل و 1 زنجیره فاصله. روی پایه بعدی یه دوبل دیگه، یه زنجیره فاصله. تو دوبل دوم شد. حالا پایه دوبل سوم رو که بافتم، بعدش 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. دوباره میام روی 3 تا پایه باقی مانده دوبل میبافم، ما بینشون یه زنجیره فاصله. 1 زنجیره فاصله، پایه بعدی روش یه دوبل دیگه، یه زنجیره، و همینطور پایه آخر. و بعد از پایه آخر اینجا 4 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4. این پایه ها رو رها میکنیم. میایم فضای ما بین 2 تا ذرتی، همون بافت ذرتی ها رو این فضا هم انجام میدیم که ذرتی ها رو با 5 پایه بلند میبافتیم. خب 2 تا ذرتی های این فضا رو بافتم، ما بینشون 3 زنجیره فاصله رو زدم. دوباره اینجا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و این پایه ها رو رها میکنم، میام روی این پایه ها و این بافت رو کلا تکرار میکنم تا انتهای رج. میام با اتصال و آموزش رج بعدی توی گوشه های بعدی هم که این بافت رو تکرار میکنید. روی این پایه ها هم همین بافت این فضا رو اینجا تکرار میکنید. ببافم و بیام با ادامه آموزش. انتهای رج 8. کار بستم رو میزنم سر اون پایه دوبله اول رج. اگر که زنجیره زدید، داخل زنجیره 4 کار بستتون رو انجام بدید. خب با پایه بست باید بیام درست به این اولین زنجیره از 9 زنجیره. پس با بست جلو میرم تا برسم به اون 9 زنجیره. روی پایه که بست زدم، داخل زنجیره که برای فاصله زده بودم یه بست، زنجیره پایه یه بست، زنجیره فاصله. میتونید با کمک گلاب ظریفتر هم این کار رو انجام بدید. یه بست و همینطور پایه‌ای که اینجا دوبل سوم یه بست. داخل اولین زنجیره از این 9 زنجیره هم میرم و یه بست اینجا انجام میدم. خب اینجا 9 تا زنجیره داشتیم که داخل هر 9 زنجیره پای دوبل میبافیم. پس 9 تا پای دوبل میبافیم، ما بین 2 تا زنجیره فاصله داریم. پای دوبل اول رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم برای فاصله. داخل زنجیره 2 بار نخ دور گلاب، زنجیره بعدی میرم، یه پای دوبل میبافم، 2 تا زنجیره فاصله، زنجیره بعدی یه پای دوبل، 2 تا زنجیره فاصله. این کار رو تکرار کنم تا جمعا 9 تا پای دوبلم رو ببافم و بیام. 9 پای دوبل اینجا بافتم، ما بینشون 2 تا زنجیره فاصله.
2 تا زنجیره میزنم بعد از پایه 9. اینجا پایه سوبل ها رو رها میکنم، یه فضای زنجیره‌ای دارم. این فضا یه دونه پایه کوتاه میبافم و بعد از پایه کوتاه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. نخ میگیرم دور گلاب یک بار، میرم داخل فضای ما بین 2 ذرتی 2 تا ذرتی میبافم طبق روندی که تا اینجا بافتیم توی رجهای قبلی با 5 تا پایه بلند. ذرتی رو ببافم بیام چون خیلی تکرار شده توی فیلم. 2 تا ذرتی بافتم توی فضای مابین ذرتی ها مثل رجای قبلی. 3 تا زنجیره هم مابینشون فاصله زدم. بعد از ذرتی دوم باز 1 2 3 زنجیره میزنم، میرم این فضای 8 زنجیره که داریم توی این فضا هم ذرتی میبافیم، منتها 3 تا ذرتی میبافیم مثل ذرتی های قبلی هم ما بینشون 3 زنجیره فاصله هست. اینجا رو با هم ببافیم. یک ذرتی بافتم، 1 2 3. 2 تا ذرتی بعدی رو هم سریع ببافم و بیام. ذرتی سوم فضای 8 زنجیره رو که بافتم با 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. میرم فضای مابین 2 تا ذرتی بعدی، همین فضا بافت ذرتی ها رو تکرار میکنم. باز اینجا 2 تا ذرتی میبافم که مابینشون 3 زنجیره فاصله هست. سریع ببافم و بیام. حالا اینجا جمعا 8 تا، ببخشید 7 تا ذرتی بافتیم. اینجا 2 تا، 3 تا فضای 8 زنجیره، 2 تا هم که اینجا بعد از ذرتی آخر 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم توی این فضای خالی. اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، این پایه ها رو رها میکنم، این پایه دوبلا میام فضای 9 زنجیره دوبار نخ میگیرم دور گلاب، داخل تک تک این 9 زنجیره ها میرم و توشون یه دونه پایه دوبل میبافم، ما بینم 2 تا زنجیره میزنم بر فاصله، 2 زنجیره فاصله، دوبار نخ دور گلاب، زنجیره بعدی یه پایه دوبل، 2 زنجیره فاصله. توی زنجیره های بعدی همین کار رو تکرار میکنم. اینجا رو سریع ببافم و بیام.
9 تا پای دوبل این فضا رو هم بافتم. میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم بعد از پایه دوبل، 1 2 زنجیره توی این فضا، یه پایه کوتاه میبافم و بعدش 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام این فضا پایه ذرتی میبافم 2 تا، ما بینشون 3 زنجیره فاصله و این بافت رو تا انتها تکرار میکنیم. این پایه دوبل ها رو هم ببخشید پایه ذرتی ها رو سریع ببافیم با هم دیگه. ذرتی این فضا رو بافتم، بعدش 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و داخل فضای بعد ذرتی این فضای خالی یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره. این روند بافت توی 4 ضلع تکرار میشه. بافت گوشه که این بود و بافت ضلع هم که این گفته شد. ببافیم و بیایم با ادامه آموزش. رسیدم به انتهای رجم، کار بستم رو انجام میدم با یک زنجیره. میتونید اون 2 تا زنجیره هم که اینجا میزدیم رو بزنید. میریم این پایه اول زیر گندمیش و کار بستم رو انجام میدم. برای شروع رج آخر از بافت حاشیه نخ رو میکشم و 2 بار میارم روی قلاب و این میتونید میرم زیر گندمی، یه نخم از زیر گندمی میارم روی قلاب، 2 تا نخهای روی قلاب رو یکی میکنم، پایه دوبل ایستاده میبافم. اینجا میتونید به جای پایه دوبل ها پایه بلند هم ببافید. من پایه دوبلم رو بافتم، بعدش 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا 1 بار نخ میارم روی قلاب، میرم داخل زنجیره سوم و اینجا داخل زنجیره سوم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و دومی. پایه بلند رو که اینجا بافتم 2 بار نخ میگیرم دور قلاب، میام سر پایه بعدی، ابتدای یه پایه دوبل، بعد 1 2 3 زنجیره، 1 بار نخ میگیرم دور قلاب، میام اینجایی که سر پایه بعدی هست یا داخل زنجیره اینجا شروعمون اولین 2 تا پایه بلند میبافم. تکرار میکنم دوباره سر پایه بعدی باز 1 دوبل، 1 2 3 زنجیره و میام ببینید اینجایی که زنجیره سوم شروع میشه قسمت، قلابم رو وارد میکنم و 2 تا پایه بلند اینجا میبافم. داخل زنجیره شروع از اون 3 زنجیره هم میتونید این کار رو انجام بدید، بافت 2 تا پایه بلند رو. حالا میام پایه بعدی سرش باز 1 پایه دوبل و بعد 3 زنجیره و این بافت رو تکرار میکنم. 3 تا شد این بافت تزئینی من، 4می رو هم سریع ببافم و بیام. 4 تا بافت تزئینی انجام دادم، رسیدم پایه پنجم، درست پایه وسطی از اون 9 پایه دوبلی که اینجا داشتیم، 1 2 3 4 پنجمی. روی این پایه پنجم، پایه وسطی، 2 تا از این بافت تزئینی ها انجام میدیم که پایه دوبلم رو روی این پایه بافتم، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و میام اینجا 2 تا پایه بلند میبافم. بعد از پایه بلند دوم 1 2 3 زنجیره میزنم، دوباره میام همون جایی که این پایه دوبل ها رو بافتم، یه دونه
بست میزنم. دوباره 1 2 3 زنجیره میزنم و میام همینجا داخل زنجیره سوم اون بافت تزیینی ها رو تکرار میکنم، یعنی 2 تا پایه بلند دیگه اینجا میبافم و روند بافتم رو تکرار میکنم. دوبار نخ میگیرم دور گلاب، روی پایه بعدی یه پایه دوبل، 3 زنجیره و بعد یک بار نخ میگیرم دور گلاب، میام سر این پایه بلند پایه دوبل، بعد اون 3 زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم، دوبار نخ میگیرم دور گلاب، سر پایه بعدی ابتدایی پایه دوبل و این روند رو ادامه بدم تا این پایه دوبل ها تموم بشه. بیام با ادامه آموزش این قسمت رو سریع میبافم. بعد از این وسطیه دوباره این بافت تزیینی ما 1 2 3 4 تا شد. روی پایه دوبل آخر فقط پایه دوبل میبافم دیگه، اون بافت تزیینی رو انجام نمیدم و بافت به این ترتیب در میاد. ببینید این وسطیه 4 تا بافت تزیینی این طرف، این بافت تزیینی وسط و 4 تا بافت تزیینی هم درست این طرف تشکیل میشه. خب پایه دوبل آخری رو که بافتم دیگه بافت تزیینی گفتم روش انجام نمیدم، 2 تا زنجیره میزنم، میام فضای بین 2 تا ذرتی و اینجا 5 تا پایه بلند ابتدا میبافم و اون 5 تا پایه بلند رو تبدیلش میکنم به یه بافت ذرتی. ذرتی رو که بافتم 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5. یک بار نخ میگیرم دور گلاب، پایین 2 تا زنجیره رو رها میکنم داخل زنجیره سوم، 1 2 از پایین هم سوم، از بالا هم که بشماریم زنجیره سوم، 1 2 سومی گلابم رو وارد میکنم، 2 تا پایه بلند اینجا میبافم، همون بافت تزیینی رو بالای ذرتی هم تکرار میکنم. دومی پایه بلند رو که بافتم دوباره 2 تا زنجیره میزنم و میام همین فضایی که ما بین 2 ذرتی، اون ذرتی اول رو که بافتیم یه ذرتی دیگه با 5 تا پایه بلند میبافیم. ذرتی رو که بافتیم بعدش 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، یک بار نخ میگیرم دور گلاب، 1 2 3 داخل زنجیره سوم 2 تا پایه بلند میبافم، 1 2 1 2 3 زنجیره میزنم و اینجا یه دونه داخل زنجیره همون سوم یه بست میزنم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و میام داخل این فضا با 5 تا پایه بلند یه بافت ذرتی اینجا میزنم. خب ذرتی دوم رو که بافتم دوباره همون 5 زنجیره 1 2 3 4 5، یک بار نخ دور گلاب داخل زنجیره سوم 1 2 3 چه از بالا چه از پایین فرق نمیکنه، 2 تا پایه بلند
1 2 3 زنجیره و همینجا یه دونه داخل زنجیره سوم یه بست، یه بافت شلال و 2 تا زنجیره میزنیم. بعد از بافت تزیینی دوباره 2 تا زنجیره میزنم، فضای بعدی رو رها میکنم. فقط توی فضاهای ما بین دو ذرتی ما بافت ذرتی انجام میدیم و این بافت تزیینی. این فضاهای ما بین که یکی هم اینجاست، این فضاها رو رها میکنیم. حالا فضای ما بین دو تا ذرتی بعدی، ابتدا یه دونه ذرتی میبافم با 5 پایه بلند. ذرتی رو که بافتم دوباره 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام داخل زنجیره سوم. 1 2 سومی بافت تزیینی رو تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند داخل زنجیره سوم، بعد 3 زنجیره داخل همون زنجیره سوم، یه بافت شلال یا همون بافت بستم رو انجام میدم. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره همین فضا یه پایه ذرتی دیگه میبافم، ذرتی رو ببافم و بیام. و بعد از بافت ذرتی باز بافت همون بافت تزیینی شبیه منگوله. بعدش 2 تا زنجیره، فضای بعدی ما بین 2 تا ذرتی همین بافت رو تکرار میکنیم. 2 تا ذرتی 2 تا بافت تزیینی. خب دوباره اینجا که بافت پای ذرتی و آخر و پای تزیینی رو زدم، 2 تا زنجیره میزنم. باز این فضای بعدی که رها ما بین 2 تا ذرتی نیست. این فضای بعدی که دوباره ما بین 2 ذرتی هست، بافت این 2 تا ذرتی که میبافتیم اون رو تکرار میکنیم. اینجا ابتدا یه ذرتی و بافت تزیینی رو تکرار. سریع ببافم. اینجا این ذرتی آخر، یعنی ذرتی هشتم رو که بافتیم، دوباره یه بافت تزیینی روش انجام نمیدیم. 2 تا زنجیره میزنیم، بعدش 1 2 زنجیره. فضای بعدی هم رها میایم روی پایه دوبل، یه پایه دوبل میبافیم، دوباره نخ میگیریم دور گلاب و پایه دوبل رو میبافیم. بعدش 1 2 3 زنجیره و داخل اون سر اون پایه دوبل و نخی کناری رو میگیرم و اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، دوباره نخ دور گلاب سر پایه بعدی یه پایه دوبل. یعنی اون بافت تزیینی که روی پایه های دوبل این طرف گوشه انجام دادیم، این قسمت همینجا تکرار میکنیم. این بافت رو اینجا تکرار میکنیم. این قسمت هم بگم که اینجایی که ما 8 تا ذرتی داریم و سر اون 8 ذرتی 7 تا از این پایه تزیینی ها باید داشته باشیم. به این قسمت دقت کنید. توی 3 تا گوشه بعدی هم همین بافت رو اونجا تکرار میکنید. این قسمت هم این بافت رو تکرار میکنم. سریع میبافم این قسمت رو، بیام بافت این قسمت رو بگم که بعد این قسمت دوباره بافت تکرار میشه.
خب بعد از اینکه بافت تزیینی این قسمت رو انجام دادم، اومدم فضای ما بین دوتا ذرتی یه دونه بعد از اینکه دوتا زنجیره زدم، فضای ما بین دوتا ذرتی یه دونه ذرتی بافتم. بعد از ذرتی 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5. یک بار نخ میگیرم دور قلاب، اون بافت تزیینی رو سر این ذرتی هم انجام میدم. اینجا میرم داخل زنجیره سوم، 2 تا با پای بلند داخل زنجیره سوم میبافم. یک دو سه زنجیره میزنم و دوباره برمیگردم داخل همون زنجیره سوم، یه بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم کنار ذرتی، یه ذرتی دیگه میبافم با 5 تا پای بلند. ذرتی دوم رو که بافتم دیگه بافت تزیینی بالا سرش انجام نمیدم. 2 تا زنجیره میزنم سر پای دوبل ها، بافت تکراری که اون طرف روی پای دوبل ها انجام میدادیم با بافت تزیینی، این بافت رو اینجا تکرار میکنم و روند این بافت کلا تکرار میشه تا انتها بیام با اتصال و انتهای این آموزش. این گوشه رو که هم توی تمام گوشه ها تکرار میکنیم. ببافم و بیام انتهای رج با اتمام این آموزش. رسیدم به انتهای رجم، ذرتی آخرم رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم اینجا چون آخر رجم هست، یک زنجیرم بست به من میده، یک زنجیره میزنم میرم درست نقطه‌ای که این بافت تزیینی شروع میشه. این قسمت گلابم رو وارد میکنم و کار بستم رو انجام میدم. نخم رو قیچی میکنم. اینجا کار بافت این حاشیه تموم شد. قیچی میکنم درست از همون قسمت که گلابم رو وارد کردم و اتصالم رو انجام دادم. این نخ رو میگیرم میبرم پشت کار و برمیگردونم پشت کار. نخم رو اینجا یه دونه گره بهش میزنم که باز نشه. زیر یکی از این نخا میرم، نخ رو میگیرم، نخی که قیچی کردم و پشت کار بهش گره میزنم. اضافه این نخ رو هم مثل همه بافت هایی که انجام میدیم میبریم زیر بافت پنهان میکنیم و تا بافت تمیزی داشته باشیم. من بعدا این کار رو انجام میدم، نمیخوام ویدیو طولانی بشه. خب دوستان، اینم از بافت حاشیه بسیار زیبامون. امیدوارم که این ویدیو و این آموزش مورد پسندتون قرار بگیره، ببافید و از هنری که با دست خودتون خلق میکنید لذت ببرید. اگر هم از این آموزش خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. ممنونم از حمایت تک تک شما عزیزان. تا آموزش بعدی، فعلا خدا نگهدارتون باشه.